حربی گردنزون دوشنبه خدمتچی حربی قسم حربی 0810 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یادگاروف شاهین بهرامویچ و دو برادر منصوروف اکبر مرودعلیویچ و منصوروف ابوبکر مرودعلیویچ را بر اساس بندهای ب و گ قسم دوم ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان در دزدی مال و ملک یک شهروند گناهکار شناخته هر کدام آنها را 5 سالی حکم زندان داد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان گفت این سه نفر حکم خود را در کلونی نظامش پرزور ادا خواهند کرد. حکم سرباز و دو برادر هنوز روز 12 اپریل صادر شده است، ولی تفصیلاتش را دادستانی کل تنها روز 29 ایون نشر کرد. بنابراین منبع سنه 9 ینور سال 2021 خدمتچی حربی قسم حربی 0810 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یادگاروف شاهین بهرامویچ با رفیقانش منصوروف اکبر مرودعلیویچ و منصوروف ابوبکر مرودعلیویچ واخورده برای صادر نمودن جنایت دزدی مصلحت پیشکی نمودند. من بعد شب 10 به 11 ینور سال 2021 او در یک جایگی با منصوروف ابوبکر و منصوروف اکبر از روی مصلحت پیشکی با مقصد صادر نمودن جنایت دزدی به خانه شهروند میرزایف که واقع در ناحیه ورزاب جماعت چهارباغ دهه شاداب خانه 282 پنهانی در آمده مال و اموال او را که مبلغ 11687 سامانی را تشکیل میداد تصرف نموده از جای حادثه غیب شدند. پرونده به ضد این سه نفر را به دلیل خدمتچی حربی بودن یکی از گمانبر شوندگان از جانب سرپرکرور حربی جمهوری تاجیکستان آغاز شده بود.